سلام و عرض دوستان، امیدوارم که در هر سر دنیا هستین انشالله که تنتون سالم، سفره‌تان همیشه رنگین باشه. در هر جای دنیا که هستین، ما آمدیم یک بنده خدای فیلم گذاشت در واتساپ، دستش درد نکنه، خدا خیرش بده. من وظیفه خود دانستم، حالا گرچه ما اصلا کمکم نکنم، بالاخره آمدم خدمت از خانواده محترم. از خانم خانی یک جهان تشکر که یک بنده خدا ایرانی ادمی چند ماه اینقدر زحمت کشیده. الان ما اینجا تقریبا 1 ساعت باهاش صحبت کردیم، اینقدر صحبت کرد که اصلا دیگه واقعا من خودم خسته شدم اینقدر وقت گذاشته. خدای آباد انشالله که خدا عوضش میده 100%. اما حسین خودت هم بگو، چون دوستان همه میبینن که آگاهم که اینجوریه دیگه. با این بچه بزرگه که هست که نه دست کار میکنه نه پاش کار میکنه که اونو میبینه، اون دیگه هم نه دست کار میکنه نه پاش. این دخترگم که از دیوار میگیره، ما این بچه هم که برادرزن پاش کار نمیکنه دست کار میکنه، اونم همجوری مادرش هم نه دست کار میکنه نه پاش کار میکنه. البته اینا هم دوستان خیلی ها تو فکرشون حالا نگن که مثلا چرا این بچه از اول که اینجوری بوده. خب اینجوری نبوده، اینا اول سالم بودن، به مرور زمان تا 1 سال اصلا باوری کس نمیه که اینا معلول بشه، بعد 1 سال اینجوری میشه. دیگه حالا قسمت توکل به خدا و به حق فاطمه زهرا که این دوشنبه هم شهادتش انشالله که شفاعت کنه. یه 100 تومن هم اگه مثلا هر فردی که اینو نگاه کنه، اصلا تصور کنین 7 تا معلول در یک خانواده خیلی سخته، اونم در این شرایط. واقعا شرایط بحرانی خیلی. حالا هر دوست عزیزی که میتونه اطلاع رسانی کنین، بالاخره عمو حسین ما شماره کارت خودشو میذارم، اگه خواستین آدرس لوکیشن براتون میذارم، ان شاءالله خدا خیرتون بده. آدرسشون ببخشید میانه کلامتون، آدرس هم اینجا ورامی، روستای دهماسین، کوچه شهید میرزایی، انتهای ابرار 4، پلاک 25. هر دوستانی که میخوان بیان از نزدیک ببینن، عیادت کنن، ملاقات کنن، تحقیقات محل بکنن، اجر شما حضرت زهرا باشه. خدا خیرت بده خانم، شما خیلی زحمت کشیدی، دست در نکنه. من یک دنیا از شما تشکریم، زحمت کشیدی، وقت گذاشتی، منت گذاشتی. وظیفه ماها بود که باید می اومدیم. شما خدا خیرت بده که اطلاع رسانی کردی، وقت گذاشتی. زنده باشی ان شاء الله، سلامت باشی. خدا حافظ همگی ان شاء الله.